تا 2 روز پیش میخواستم یه فایل بفرستم واسه فک و فامیلام، میگفتن ایتا نصب کن. ما این چیزا بلد نیستیم، فیلدشگان نداریم بیایم که. الان به خاطر این سنجاب بیناموس شوهرمه من جوین تلگرام، همه نوتیف جوین تلگرام. سلام رفقا، چطورید؟ امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. امیدوارم که دلتون عالی 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 باشه. ویدیو امروزمون که میشه دومین ویدیوی چنلمون درباره سمای این اینستاگرام 7-8 تا فیلم خیلی سم و از یعنی یه جوری یعنی واقعا از خنده پاره نشی خیلی هنر کردی. خب بعد دیگه واقعا سم. من ویدیوی قبلی مونم که ویدیو اولی میشد درباره مکس امینی بود. ویدیوهای سم مکس امینی واقعا برید نگاه کنید، سعی کنید واقعا از خنده پاره نشید، خیلی خنده دارن. بریم که این ویدیو رو ببینیم. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چنل منم ساب کنید. حالا اگه سابم نکردید لایک کنید، اب نداره. بریم که سراغ ویدیو. روزی 20000 تومان پول خرج می‌کنی، بعد استوری می‌ذاری پول خرج کردن جیگر بخواد. من جیگرتو بخورم مادر. راست میگه، تو 200 تومان خرج می‌کنی بعد پول خرج کردن چیزی کار. یا حسین این چی خندید؟ ببینی بخت این دیگه وقتی کی باشی؟ یا موسی بن رضا، خدایا خودت رحم کن. تا 2 روز پیش میخواستم یه فایل بفرستم واسه فک و فامیلام، میگفتن ایتا نصب کن. ما این چیزا بلد نیستیم، فیلدشگان نداریم بیایم که. الان به خاطر این سنجاب بیناموس شوهرمه من جوین تلگرام، همه نوتیف جوین تلگرام. به هرزت عباس. خب از هر کی که انتظار نداشتم به خاطر همستر اومده بود تو تلگرام واقعا. راست میگه. بریم ویدیو بعدی. خب اوه دماغ و پشمام، واقعا دماغ خوبی داشت. بریم ویدیو بعدی. کشته آره کشته بریم. کجا؟ کجا؟ وای این چطوری؟ تا فکر کن طرف زنش اون ور خوابیده، زن تو هم این ور، یه دفعه وسط جمع وسط فیلم نگاه کردن کارتو یه دفعه بگوزی قبرود میره. وای خیلی این دیگه واقعا من شرم آوره. بریم ویدیو بعدی. واقعا این هم سم بود. بریم ویدیو بعدی. بوس همسایه ها میبینن. ای من مهم نیست، یه بوس بده. نکن، میرن به بابا میگن بابام از خشتک دارت میزنه. مهم نیست، بده یه بوس بده. من اینجا نمیشه. یه وقت بابا گفت یه بوس بهش بده بره. اگه نمیدیم خودم بهش بدم، اگه نمیخوادم خودش بیاد بهت بده. فقط این دستو از رو زنگ ما برد. یا حسین یا واقعا ای من بودم یعنی آب می شدم. وای. بریم ویدیو بعدی. کپسول آتش نشانی رو برداشت. کجا میره؟ چرا داشتی؟ یکی دست واقعا دهن این آجور آدم ها سرویس. بریم ویدیو بعدی. توت فرنگی میخواد بخوره. ای دندون نداره. پیرشی چقدر بده. چجوری میخنده؟ وای واقعا پیرشی بده. بریم ویدیو بعدی. مار پلاستیکی میخواد به چسبونه بین. این بیدار شد. شوفي كلام بريد نوم يا ريال تحكي والله قسم بالله كل مكان بريد نوم زين شوفي شباب شباب لك شباب 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 صبر طارق
مال پلاستیکه چقدر بدبخت میزنه. ای رو زمینم. ای با مار جدا شد. واقعا کیرم تو همچین آدم. این نمیتونه بلند شه. وای واقعا این نمیتونه بلند. 2 تا نفر افتادن. خب بچه‌ها بریم ویدیو بعدی. این ویدیو واقعا سمه. بریم اینو ببینیم. گرفتی چی شد؟ از دوباره بزن عقب نگاه کن. بریم ویدیو بعدی. طرف میخواد ازون دیگه. یکی فکر کنم داره صدا میکنه. فکر کنم اینطوری ازم نمیگن. کی؟ نه بیادت نشم. بریم ویدیو بعدی. پیکان ایفه. جورجینا همسر رونالدو میگه ما به رونالدو نمیگیم لامپ عوض کن چون براش خطر داره. اون وقت بابای من برای تشخیص فاضل‌العمل استفاده میکرد. خب درست میگه ولی رونالدو بیاد لامپ یه دفعه برق بگیره با اون اباحتش واقعا جای چیزیه. بریم ویدیو بعدی. این خمیره هست. خمیر بازی بچه بازی میکنن. فلفل میریزه تو چیز. اسوي تحدي بينكم على 500 درهم 50 ريال والله اني ما اتموت والله احلف قدام الناس كل واحد يشيل قطعه بسرعه كل واحد يشيل قطعه واه ایچا میخورن. ايوه الان میگه همشون هم کوتولن. دقت کنی ببین همشون کوتولن. یه دونه بزرگ توشون هست. این مدرسه هم کنیم. این فلفل آب تو فلفل آب ریخته بود. یعنی تو آب و فلفل و تو آب ریخته والله ما تزعل ربيعكم زعل. اسمع شرب الماء عين من الله خير. میگه بخور دیگه آب نیست. بخور دیگه تا نیست دیگه لطفا. انا قاعد اقول لكم ماي شو هيك بس عشانك مايد والله حبيبي شرب. خب بچه ویدیوی امروزمون تمام شد. نه یه ویدیو دیگه است. فکر کنم اون دیگه میگه عجیبه. اینه پیدا کن. عجیبه. دماغو ببین. ریش و سیبیل ساموراییه این. شهر عجیبیه. راست میگه شهر عجیبیه. همین بود تمام شد. خب بچه تا ویدیوی بعدی دمتون گرم. تا اینجا ویدیو خوش اومدید. بعد اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. چنلمون هم ساب کنید. زنگوله بغل سابسکرایب هم فعال کنید که ویدیو بعدی رو که گذاشتیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. اگه ویدیو قبلیمون که یعنی ویدیو اول چنل میشه نگاه نکردید برید نگاه کنید. واقعا اونو دیگه واقعا از خنده پاره میشید. برید اونم نگاه کنید. اگه از اونم خوشتون اومد لایک کنید. حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگرم لایک نکردید سابسکرایب کنید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراهمون کردید. عاشقتونم. خدا حتما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.